نیست. حالا نجی مچو میگم یک ولگرد لچک یک گل زد تو دیگه کلا خود چرا دکنه تو هم اندیوالی که تو اندیوالی که ولگرد لچک هم میکنی که ما ولگرد لچک نیستم. حالا ترا من نمیگم من کسی که ترا گفته شاشه ما بخوای وزاوم یک تو یک کنی یک لچک مرا نگفته مرا پدرش بگوید در دان پدرش شاشه میکنم در میدیا گفت در رو بریم بگوید در دان شاشه میکنم در کندوی خودم پرش کنم بگی نه زنگ نه چرا با ما زنگ نمیایا چرا با ما زنگ نمیایا چرا با ما زنگ نمیایا زنگاش حالا من من یک رهبر ملت هستم تو فهمیدی نجیب بیچاره رهبر اعظمی است که اولاد مردم به هدر رقاصه میسازی بازنگر میسازی رهبر یعنی میستی نه ها سایکو زر مقصد فهمیدی بدر دیگه پشتی گپا نگر نجیب اگر کسی شورت هم داد دیگه از مجلسی نگر ما کسی شورت داد نکو کای سگباز بیادر با گپ سگباز نشد تو کلان آدم میگو بد که تو بد میکنی میگو سر بام پرتی خدا میپرتی های 3 دفعه سی کارا کردن به خاطر خدا ما در رضای خدا چیزی که خدا بگه امور فهمیدی بدر دیگه خدا گفته از یک آدم تمسخر ریشخندی نکو 3 دفعه تمسخر ریشخندی کردی ورچی که میکنه سر تو میکنه سر ما سر ما پدرش کدن نمیتونه در دان پدرش میشاشم در سر ما چیزی کنه مستقیم زن پدرش به خر میتم لوکیشن دادمش در ترکیه نامد نتونست آمده زن پدرش به سگ میتم رو بر روخ کار کردن نمیتونه اونجا میره 4 تا کسمادر به ناموس دیگر میخیزونه سر ما نجیب در نزنم دیوار موضوع بدر کس مادرش که های حال تو یک کسی که سگ کیسک ده یک کاسه کیسک نان میخوره تو اندیوالتا تو کیسک او کیسک ده یک کاسه نان میخوره اندیوالتا است ما بیادر نه دو نزن نه زنده نمی میدیار خراب کده سمو بیناموس خراب کده ترا نجیب اگر دو بزنی رو بیادر 200 نفره با قرآن به میدیا خیستان در جان نمی تاجک 200 نفره های خیر هرچی کسی بگینه ها در جگر نجیب دیگه پشتی گپا نگر ما موضوع شخصی خودم میگم ترا تو بدر زنگ نزن خودم میفهم مرکزی برای ما زنگ نزن با من خلاص کنم دیگه ما رمضان هستم منو میخوایم که کسی از ما دلخور باشه روزی آدم با او شب رمضان نبود که در کامنت هم دو زدید مستقیم او شب رمضان نبود روزه خوری بود آره عصبی بوده ما تو عصبی نبودی همچو زنگ آمد اوکی کدی همچو زنگ آمد اوکی کدی با دکته ازو بیادر تو گپ زدی ما ایسای کو ما پدر نمی 40 میلیون نفوس افغانستان هستم در سیاست پدر نمی 40 میلیون هستم من گپ دل خودم میگم برات رمضان است دلخور نباشه از ما دیگه عصبی هم نشو رو بیادر 6 دفعه یک آدم بیاب میکنه 200 نفر تیم رایی میکنه سرش اکانت دوزی میشه پیسه به نفر میته با نفر میکشه به جنازه و به الله اکبر گر میشه ولی اندیوال واسطی 20 سال در وزارتخانه لنگ 4 تا بیناموس دفترش در وزارتخانه ما مردم کشته ما مردم شدیم کدام وزارتخانه 4 سال ما دویدم یک موافقه مرا که رئیس امضا نکرد که ما در نورستان یا در وردوج بدخشان ما یک موافقه ما بدن ما ضابط بودم یک بس به ما کسی نداد بنه نجیب برود به خدا قسم سرمی محفوظ به در قبر حوصله داره کواری کس کوار مادرش رمضان از نام هر کس فروش پیش ما نگی یک کسی که در یک کاسه کیسک نان بخوره کیسک زندگی کنه او اصلا آدم نیست بخیر بری بخیر بری ها بخیر باشی دیگه پشتی گپا نگر همین یک دفعه دیگه اگر دیدمت که کای محفوظ لایف هستی اونمو چیزی که هستی و تو دندانم بیا برات میگویم همین چیزی بخواد اون چیزی که دوغل و شاشه ها گفتیم برات میگویم با محفوظ چی یا محفوظ بدر با تو رو با ما چی باید مامنم تو رو با ما چی نبیا پیش ما هم دردی نکو انسان هستی کیسک نگرد انسان هستی کیسک نگرد انسان هستی کیسک نگرد انسان باش که آدم میشی که زنگ آدم از جواب بده گپکوش کن نجیب خوار هستی و بدر همین الان سگ تایی برات جنگ زده رئیس سگ برات جنگ میزنه کسا که نکده من خط گپ زده رئیس مو بدر گو میخوره اگه اولاد فاحشه نباشه و تو زنگ میزنه دمی حالت ها
انا با قرآن و نزد به کلمه مقاو تماس ندارم. خواب چلوهایش است تو 500 نفر داره 500 مدیا گوخور داره خودش واری حالا عامر صاحب خدا بخشد تانکسای روس هم قوی ها را میگرفت بیادر نمیکش او را خب مومیش روسی گاهیده است که حالا جنگ پرتوی را کرد چند سال است مومی از او را روس گاهیده است آره دو بزنید ولی اگر محفوظ با رجوان و بسته بود اگر پیدا کنید در مجلسی زنم پدرم آدم اگر که محفوظ جوان میگم خاندانش کل کره روی زمین کس کنه هر که محفوظ جوان میگه خاندانش کل کره روی زمین کس کنه هر که جوان میگه یک آدم کسفروش و فدباز جوان میگه سگ پشکتان مقرمان است از ما مردم به جنازه خوانده میشه با دوام میزنی نه بسیار بیادب است سعی من چه میگم پدرت بیادب است پدر کلانت بیادب است پدر کلانت بیادب است کسفروش قومت است کسفروش خودت هستی جاگویدی کسفروش هیچ زنم پدرت خر سوار شود هیچ زنم پدرت خر سوار شود هیچ زنم پدرت خر سوار شود چپ کسفروش چپ بیناموس صدایت نکش چپ مردگو هیچ دلاکر بیناموس هیچ زن پدرت دلاک خر سوار شود برو کس مادر حالا دلاک سر ما حکومت میکنه ما سر کل کس زن خبر نیستم دلاک آمد از ما گپ یاد میته دلاک به من انسان تو پودری به من انسانیت یاد میتی خیر باشه نجیب کیس رو بیا در تیم سک یعنی تاجک گد بگد کد یعنی مو کس فروش بیناموس والا دیوالم از کس مامه تو یک جای از دیگه جای نجیب جان کس کش بیناموسه شب خودت میفهمید خیر است میشه کونش نمیخوری چرا بیایا یک دفعه کس فروشی کرد دو دفعه کس فروشی کرد دیگه دفعه کس فروشی کرد با آمده است حالا تا یک نامه که نوشته کنن 16 دفعه در قین نفر میخوانیدن نامش من قین نفرم نامداره که کل کس زنم در کرم زدیم در حکومتش حوصله رفتن دیگه ما چکچکی نیستم نجیب جان عزیز خیر است رفتن دیگه هیچ گپی نیست باز پشت سر ما شما میفهمیم یک رای مردی می است که ما پشت سر دیگه حرف نمیزنیم با 3 دفعه این با خره کمو درک خره می سگه میره خرسه می خوکه میره خیر است باش خیر شما یکم حوصله چه او بدر اندیوال ما را کشتن به جنازه گورش کنن دخترش 40 رقم توهین گفتن مردار شد خودشان که مگروز در فرانسه میره او قهرمان است سالا قتل کرد دوزی کرد از حکومت فراری بود بیادر او قهرمان میشه ها والله هر بوده از افغانستان و نجیب جان عزیز که بپالی چیز کنی نمیت یک موضوعات هست دیگه خب خیر باشه گفتم صبر رو بیادر 20 سال در حکومت معاون اول بودن معاون میدان هوایی هم دستشان بود آخر چه کردی چه کردن بگی نه بگو که پروانه کاپیسا استاد نشک چطور است در مکلی کوم استاد نمیشی